سمیر به کجایی؟ ما خب وقتی بیاد زودی دیگه. امرو برعکس ما هم یه برفته برسی بیبی تاک تنهای بسرو وارمونه زودی بیاده که مدام که تو 5 شهر بیده که با بیلا هر رقمی کنو تو زودی بیا زودتر خیلی بینی. خدا حافظ. امرو به تو یک نون پخته کنون بیبی که هر دفعه دیگه بیام بگم بیبی من تخم مرغ بدی داداتایی با مشت میکنی تخم مرغ بدی دیگه هم گوش نمیشم میام میگم بیبی یک تخم مرغ بده که بخو املت کنم میگی نه من اینا رو جمع میکنم بخو میفروشم انا رو جمع کنم و بفروش تو وقت خودت تو گپ بزنم بیبی. بیایم در وایه به به چی عجبه که تو به درست میبینو. حالگه کجا هستی؟ ها؟ کجا هستی؟ چی خبرو؟ تا سرا خونین چی گپایه؟ سرا قراری شکو سلامت بشی. یادتونه مر که بشنختی نیه؟ بله مر بشنختی؟ نه جدی؟ تو اشتا آدم ناشناسی بدی ما منی هم باروسی رفتم بیبیم به او سرسرا خوان دل جمع گاب زنی. کی نهی؟ یا مو چلچله که خودی تخم مرغ هموی که بوجی بیر نکنیم حتی بخشوندی همو بیا که همو 10-12 سال پیشتر. آفرین همو 10-12 سال پیشتر که بوجی بیر نکنیم نبردیم. خوب که خورتکه کی بوده؟ خب منم دیگه. یعنی تو دیگه کته نمیشی ها؟ نه دیگه. نه؟ آه دیگه. با تو همینی ها؟ بله یا ریش هم که نکردی دیگه ماشالله. دیگه چه کار کنیم دیگه؟ یعنی تو همونی؟ بله یا 100% همونو. سلامت باشی دیگه چی گپایه؟ درا قدرش کجا هستی جان تو کم پیدا؟ سبا که اسم تو خوشدل بود؟ نه چی بود؟ گیپک ها گیپک راست میگی چی گپایه دیگه؟ درا قدرش کجا هستی تو کم پیدا؟ ما کم پیدایم به چیزم ما وازی چیز دیگ سفید میکنیم دیگه غور شد دیگه راسته میکنین لای داده باشه اونا رو به چکوش راسته میکنین سفیدار هم سفید میکنین دیگه سیاه سفید. آفرین خوب کاریه. چی گپا اشته شد یاد مر کردی؟ دیگه من تو خیلی مستم خواه خیستا شو یارو نکن اصلا یک برابر نیست سوزن فرق نکردی. خب نکردم دیگه. خدا تو کلون کنه. زنده بشی سلامت بشی. چکم پیدا نمیایی دیگه رفتی. راست میگه ما دیگه ما با غریقی خوب بدین دیگه نه با فهمیدی؟ ما یک خسوری هم دارم که برابر یک پوست پیازی اخلاق نداره. تیاره تو با ما نقضی کم بشیدی دیگه. اشته نقضی شدم خواهدم قوما ما دیگه زن گرفتی دیگه. دیگه قوما شما زن منه؟ نه آدمو دخترها آدمو قوما ما تو دختر گرفتی دیگه زنه. دختر گرفتی راست میگی. خسور من قوما شما نه؟ بله آفرین راستی میگم زن خالی خوشی خسورتونه راسته؟ بله درسته دیگه شما کنه من گردن خوب استکنه. نه دیگه میگم دیگه پاته صحیح که تو اینجا تو زنگ دادم که بیان اول که تو ماستم خیر بینی بیوم ازیم نفهمیدی؟ ماست تخم مرغ خرگوش اما هرچی که مفته بشی قیق نکش بیبی تو نمیشتم برو با بیبی سرسرا خیلی نمیشنه البته یک جیری بیراه سرا شما خیلی کلونه نفهمیدی؟ امینه هم به خدمت تونه فقط جان همیت یک جایی به تو میدون خوب تستی نه همیت نه به شرط کار مر بکنی چشم قرار کرده من تو راهنمایی میکنم من نزدیک نمیشون اگه نزدیک برون بیبی مر میبینه سگ سوتولی نیه؟ هیچ نیه دل جمع خوبه یعنی هر گو خونی دیری رو سگ نیه؟ دل جمع باش هیچ سگ نیه صحیح سگ اگه باشه
تو به گوخونا رای نمیکنی فهمیدی درست. تو گوخونا مهم هم نیه خوبه فقط مشک و تو من نمیرم ها. من فقط میگم که کجا من بزی کارا کاسه بگو کجا هفته کجا نیه تخم مرغا به زن بگی ها مر میبینه طور نمیبینه دیوی درسته که هفته طور میبینه مر نمیبینه درسته دیگه بله آره وقت دیگه شروع کن. به شرطی ها. ایانن گفته نمیشه اگه بیبیم طور دید معرفی میکنم خب نه چی کن معرفی میکنی چی بگم نه اگه گیپاک من رای کرده نه دلجان باش بله خاطره بله من بزی کارا از عرب مادر کاسه آتیار وقت بله وقت بله شما دو نفر پیدا کن خب برو تو برو باشه بله راستی قال کلیز نداشته باشه هیچ نداره دلجان بیه سال است کینه یک گوسالی بیبیه من یه گوساله رو مردم نه وای باشه اون دست و آخی میگم اینجا چیز میزی هم هست داخل از این خونه ها خب دیگه مرغا اینا تخم مرغا که بمید قلقلبای دیگه خاطر میگم تزتر اینا رو برداره برین خاطر مامات اینا نیایه باشه دیگه که بم رد اینا باشه که پیدا کنه اینا پیدا کنی تزتر چکو چکار شد پیدا کردی؟ هیچی نیه برو داخل برو یک رقم خونه های اصلا تحریکه که برو پیشون به پیشونای تحریک میترسه برو دل جمع باشه نه که بچم شما نه دل جمع باشه این پیدا داری در بسته نکردیم بالا من نه هوایه برو پرت نکن بیبی تو نمیشنوه نه برو دیگه برو پیدا خیلی از تحریکه بودی که برو دیگه که روز بره چکار کردی؟ چکار شو چپکا کپه نیه چی بابا جان اینجا گفت بابا تو داخل برو البته بفروخته این مرغ نه بابا تو برو اگه بودی که خود چیزی که سایکو سرسادا نه برو داخل برو کم بیبی بالی بیدار میشه دیگه با اینجا گفت نه کواله میخوره اگه ماش مرغ باشه چیز میشه هیچ نه تو بیا اصلا معلوم نمیشه کار میکنی بکشتی بچی مرده ما ایر به در زدن گفتن صدا مرغ بیای نرم شدی نیه چیز میزی باور به خدا که اگه تو میگی لن نزد چه کار میکنی؟ نیه بابا اینجا برم دیگه چی هاشتن یه بهم اینجا نیه دیگه البته بفروخته بیا بیروش کو مرغ اگه باشه سر صدا میکنه تو برو دیگه برو دیگه کلی نده کم اینجا خواهان اونجا پیناک واسه کجا تاکو پیناک کله خودگه برو تو نیا برو تو برو خود تو هم برو بله. دیگه تو جا وحشتناکیه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم نه با کجا شو کو چیز بسم الله الرحمن الرحیم خوش بالا ما خود همه اکراش تایی کنیه نکش دیگه آخ بیبی نمیشنه برو دکه روز بره چیه خاجی نفته که نمیفته برو تمی اکراش تایی کو دل کو بس دیگه تو گردن تو بند باشه من نمیرم برو تو هم مثل کجا شدی تو هستی بیا دیگه سمیر به کجایی تو نه دیگه اونجا بس دیگه که میشه کی بیاره تیز شده برو تو دنده برو دنده ایگه اکراش دیگه رسته کو رکمونی نه خب ها دیگه بابه از بور سرسرا که بی قایم شد داخل اوفور قایم شد بی بیا ما از بور سرسرا که گپ برو نه چه که پیش می برو مرغا چند تا چه کار میکنی بیبی تو بیام بیبی تو بیام یلا که بیبی تو بیام بیبیه تو برو بس اونجا خواهیم شو دورم شما بگفت تو که سرسرا نکنی نکش بیبی تو بشنوه آخ کن نه چه کار
شما من اینا بگیرم قدم نه دو تا کرایه نمیکنه که بگیری چوب باش نتاش بیبی تو بخیالم بیا ماما چوب کن یک دقیقه چوب کنیم مرغال تکون نده شنیدن که خونه مونه شنیدن که که خونه به خونه مرغا چی نستین گرفتین شنیدن که هیچ کدوم جواب نمیدن جواب نمیدم هیچ کدوم سلام بیبی جان خوبه؟ وعلیکم اینجا چیکار میکنی ننه؟ آقامی 4-5 تا فیلیستر آوردم پیپیای خوب به همینجا آوردم ندیدیم شما نما پیپیاتو چه خواهد آخه چرا تو بخونی مرغا اونا دیری که دیگه مرغا نخورم نمیخونم امروز دیروز بیده دیروز بیده بیا آوردم اینجا وقتشتون انوال میان سعی میکنم نیه شما ندیدیم به کسفت که ندادی نه نانا جمعه تونستیم آتی چه خواهد دارم خالی بیمه در چه که بخونم بستکو که اون مرغا نخورم باشه بیبی که مرغا بخورم بیبی شما برای من میام خوبه نانا جو بیاید بیا برا دیگه بیاین بیاین برا باوس هستم بیاین بابا من چیکار میشی بده برا برو تیر برو هاي ساكت صدايك وانا جنبي جاوبته بيبي بيبي لا بابا واخد نیه هیچی نیه هیچی نیه نه یعنی تو مرغ او دو تا کرایه نمیکنه هیچ نبود نه دو تا مرغ تو بدیدی دیگه ها بده دیگه چی یک کار دیگه میکنه خودشون نفهمید که مانه نه بابا چی میفهمه مر به زور میبینه تو رو بزرگی آه بابا دل جمع باشی تو رو به زور میبینه آه همی چیز کنی همی گوساله خودشون میبری گوساله آه خب میفهمه که تو هنی بیامیدی بابا چی میفهمه یک کار کدیونه بیا که ما انال فیلم بازی میکنیم توشی بیا تو بس تک ما و از این گوساله رو میبری هر 3 نفر شیرید خب دیگه من چی میگم دیگه بشم تو اختلاط کو خودی بی بیاله برا برو فسرا با تو ماشون به تلفن میایه من برای میگم بی مرفتم به سراخو قراره کنم رانشو برم به سراخ شما هم گوساله رو بکنیم چه کنی چی میفهمه تو یک کار کن ما گوساله میچونیم پیش بی تو خوب تو چیز که یک بار برو خودی بی خوب خونه بشه اختلاط کنه بعد یک دم بیریشو خودی بی بگو بی گوسالش در سال شما با یعنی گوساله شما نیه کو اما تو بشی که خور بخند که تو اندازونه تو بشی تو بشی که بفهمه که گوساله نیه چی رقمه من حال نام خدا که یک پچه‌ای و شیاری دیار پس برش با گوساله رو کنه ببینم بیبی به خونه بگم تو برسه که بیبی بگو کاسه دوغی به متیار که بیبی بده برو ایت ناش تو خونه کیدش چی دیش برو خیره برو ایت ناش که بابا بریم بفروشیم خیر نکاش دیگه برو تو نده من بفهم برو گوساله برو در جمع باش برو بگو بیبی با ما کاسه دوغ تیار که پیش خودت اوسنه بگو اوسنه چیل مرغه که شما از بدی بکار خود برو در جمع باش اگمور با بغل خو میکنه بوده تل از پاکو خودی بیبی نونه به بیبی پخته کنه که بگر به زمان شیروی نخورده باشه بله تو خیلی بی غیرتی میجیا پشت سر ما بازم شیر و مادرم که ما دلداریم من ماما جان با کجا بچه خانه شما؟ بچه خانه هم سهرا رفتم ما میرم به ختم قرآن میرم خوش آمدید اینجا بشینید خوب بلیو میرم ما به ختم قرآن میرم بلیو با خبرتون بالا باشیم که بیبی شما خونه خوبه شما دل جمع برین خداحافظ شونه بیاین نه خود دیر پس نمیشه دیگه خوبه بریم ما دنبال عصر دل جمع باشیم خوبه بخیر ماما بله اگه شما به شام برید دل جمع برین شام هم بس که نیایین
میام دیگه دیر پس میشه میاد آنی نه شما نه که خطرناکه ما بچه خراب پیش بی هفتیم شما دل جمع بری خوبه ما بریم مخی بری بس ترا شما فکر کنون شغال یا ما دو روز گسپند ما نخفاق کده و سه کن مرقاش ما این دار نخوره شغال خور بسر ما اینجا جدی هی بینی برو بیبی گیلک مرغا خود خواه بخور شغال داخل بیبی گیلک بیبی گیلک مرغا خود خواه بخور شغال داخل مرغا خود خواه بخور شغال داخل اشتا مرغا خود بخوری شغال مرغا دیگه بیاین که میخورم شغال و بدوی که خود بهم میخوره بدوی بیبی حالا بیبی کجای بیبی؟ کجایه؟ شغال اگه با شما گردن و به من میخوره یک مرغار بخور بیلا بزنم به شغال در محکم کش کنه بعد شغاله بعد شغاله بکشه بزن با کجا رفتی؟ بگی که بجی بجی بسته کنی که شغالانو برفتم اینجا گو بسته گرفته بجی همه چیز بدی که میشه قرار که بل نشکنه اشته کنو من شغال هیچ شیعه نداره از زور به اینجا گو کنی شغال تو شغال نمیبینی نه ایشو باید داره کش کنه خود تو بنده بکش شغاله بالا سگ بالا بیرشم. سر خور بالا سر خور سگ بالا نرفته باشه مرغ اما آخر ننه جمهور سکن و آخر پیش مرغان تخم کنی نرفته باشه بزن آرو بزن داره بسته کنی باو بسته بزن دیگه بیا بیرشو شغال با کجای من نخوره نمیخورم با بیلا داره کش کنیم بسته کنیم داره بسته کنیم با بیلا گسالی از اینا رو بکشتم با بیلا جواب بیبی از این چه کار کردی گیلا؟ هیچی چیزا شغال با میخونی پیشون افته بزدی ها شما داره کش کنیم گرفته شغاله. داره شو بیلا جواب بیبی از این چی بدم به یک بل آن خورده راست کشید مونه بخون شده گیلک چه کار کردی؟ هیچی شغال واقعا خور بخونی پیشون انداخته شما صبر کنی برو حالا بسته کنیم بسته بزنی بکش کردی مرغامر بخور کتینیه چیشای بلا قش میزنه آب بزن بزن دیگه بکش چه کار میکنی آخه تو بخور خوب شد تو بیا مدینه که بخوره هم مرغان پاک میخور چه کار بکنم بکشتی بکشتی او محکم میکنم شو کار شد بکش بکش دیگه بزنی بیا بیرون شده که چه کار میکنی چه کار کردی مرغ تلفن بداری یعنی اینه
شغاله بگیری کل شغاله بدیدم گردن ببند تیز شد دل بیبی بد چرقه بله بیا ما شغال باجی که شغال بیا ما خلال چه کار کردی بکشتی یا خیامال که ساگی بود بیرو شد ساگی همال بیرو شد بهم یکی بهم کل ما شغال زدم خورد دراز کشی اوی که همال ساگی بود بیرو شد با کجا ساگی بیرو شد همال از اینجا در بیرو شد نی امونه بزدم شغال کشتم الان گساله رو کشتی تو ها با کل ممو گساله نزده باشی تو ما چون صبر کن نه شما بکشته باشی با خدا شما نه چه کار کردی من نفهمیدم گردنم بند باشه مثل گوری بری تاریک بود گساله بوده که بخورده تمام گساله خون مال خودر کشتی خون مال دراز کشیده اونه گساله ما جواب کشتی خدا تو چرا نکن آخه تو آخر همون ساگی ساگی بیده خوب با من شما بود تو شغال کشتی تو گساله کشتی چند تا تو نرفتی شهرین بود ببینم تا که من می بیل بزدم من می تبا مغز سری زدم من کلی می خورد دراز کشی من گفتم البته شغاله حالی چی بود که بیری شو؟ ساگی بود بیرو کتگی ساگ شغال ازم نمیفهمیم به تحریکی ساگ و شغال چی بحاله بگه؟ کوباری بازن سعی کنه میشه زنده باشه ایله بله ایر که بو گساله یک بیشتر نمیشه گیریا آخر که تو بکشتی اجولا کنه گیریا ما به تو گفتم برو شغاله بگی که مرغار نخوره تو گساله کشتی خاک به چشمای کجا باشه تو باشه خیره بیبی دیگه بری بیبی بریم دیگه اناری چه کار باشه بچم گساله دیگه ای با کجا گساله دیگر با کجا کردی برای به فروزه کنی اون نکشته باشه هر دو تا نکشتی تو نکشتی اگه همین که دیگه هستم میشه من یک خب بازم سلام به خدمت شما و به خدمت من خوش آمدیم شما بدیدین نمایشنامه خب دیگه هسته دیگه گسالگک تیاره چکار شد خیر باشه یک گساله فدای سر کله بیبی باشه ارزش نداره قسمت چندم میشه سیوم قسمت سیومه قسمت سیومه نمایشنامه که قسمت چهارم داستان بود دیگه ها این قسمت سیوم از این سبخش پشت صحنه سعی میکنیم که سعی کنیم رفیقامو اشتباه میکنم یا صحیح و یک حرکات کار میکنن اما قسمت سیوم که به خیلی خوشی ختم شد انا باز ما هم شما رو به خدای پاک میسپاریم دیگه گپ و گفت زیهتی نیه خدا حافظ و ناصر شما منتها خسرای که بالاتر از یک لحظه خنده چرا میکنی نه یک دم راهنمایی معاملات چیزی کاغذی یک سند چیزی هم خوب کار بعد اینجا گپ زده نمیتونی راهنمایی معاملات سند چیزی بکار خب برای بانگا قبول میکنه باز یا نه بله کجا رسیدی سمی با بیلا مادام کو سکیلاتو کو پنچره سکو بیا که برعکس که مامام برفته به عروسی بیبی ما تک تنها است گوشه درندمه رو گوش کن دیگه چی نه بله سمیر با کجا رسیدی با بیلا مدام که هم موتورات پنچر بود بیا که امرو برعکسه بیا برعکس که امرو ماما ممنیه برفته به عروسی زودتر بیا خب انا منتظرم خوبه خدا حافظ اگه به طریقی گپ میزیدی بیا ما این نام عرفو یک کسی میره نشون نکن بوا میکنه داره همه تا که ما این دل ما سب نمیشه یعنی گپ میزنم میایم شلوغ میکنم تو یعنی چیه می بچاکی میره درسته اما هر چمینه مثل بشه به میسترا پیدا میشه خواهش میکنم
فقط راست فهمیدی؟ میگی. خاطر من کلون تو خود تککی نمیبینه. آفرین مر میبینه تور نمیبینه. تور نمیبینه مر میبینه. درسته؟ نه مر میبینه مر میبینه تو. اینه تور نمیبینه. آه درسته. تور میبینه مر بگو نمیبینه. اینجا بگو من نمیبینم. حالا کی با من چوب کنه؟ چه کار میکنی؟ نرم کنه شدی؟ نه بخون. چه کار کنم؟ به خاطر مردم. بله. ببخش.